خدا صبرت بده. چی شده؟ مرد. کی؟ هاشم. هاشم مرد؟ آره. تو همینطور اینجور راحت و بیخیالی؟ من کشتمش، خب مرده دیگه. نه تلفن بزنم. ای بابا چطور شد؟ اون که چیزیش نبود که. البته حسش داری دیگه. گفتی نه تو میخوام اونم یهو اعصابش خود شد مرد. بی خودی گردن من انداز. آخه چطور یهو همینطور بیخبر؟ اتفاقا 2-3 بار تلفن خونتون رو گرفت که بگی میخوام بمیرم، ولی مثل که تلفن بر نمیداشت. سلام. قربان شما. ما هم خوبیم شکر خدا. سلامتی. هاشم مرده. بله دیگه همه خوبم. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. من هیچی در زدم بگم که یه اعلامیه اونجا واسش بزنین که دیگه فک فامیلاشون خبردار بشن، بدین یه قبر دونفش هم بکنین، چون قبراش زیاده دیگه، دیدی که چقدره. ما هم جنازه رو میرسونیم اونجا دیگه، چون فقط اعلامیه بزنین به فک فامیلاشون رو خبر بدین. آره باشه. خب شما خودتون ناراحت نکنین. مرد دیگه. خدا.